کیودیپای اینجاست. هی چه خبر؟ از من هست کیودیپای به چنل یوتیوب دوم کیودیپای خوش اومد. دوباره کیودیپای اومده با یه جی تی ای پلاس دیگه. بچا این جی تی ایایی که ما توی چنل یوتیوب میذاریم واقعا خاصه کاراکترها دقت کرده باشی. یهو بهمن میاد، سری میاد، اینا همش کار شده روش. پس بهتره همین الان کیودیپای سابسکرایب کنین چنل اصلیشو و بهتره کیودیپای چنل یوتیوب دومشو یعنی کیودیپای تایم رو سابسکرایب کنید. داره منطقی است. حتما این کارو بکن که یه چیز خیلی کلوفتی به دستت برسه. نه واقعا یه چیز کلوفتی برسه به دستت. بچه‌ها مثل اینکه میگن توی لس سانتوس یه کنسرتی برگزار شده. من میخوام برم توی اون کنسرت ببینم کنسرت کیه. ماشینمو اینجا میخوام پارک کنم. اینجا به نظرم اوکیه. نگاه کنین چه خبره. اینم کاراکتر خودمه کیودیپای. کیودیپای چیکار داری میکنه واسمون؟ کاراکتر خودت هم تو جی تی ای هست. منطقی. آقا ببخشید آجی، من متوجه شدم اینجا یه کنسرت برگزار شده. کنسرت کیه؟ کنسرت سلطان تتلوه. What the fuck؟ اینجا؟ تتلو اینجاست؟ وای بچه باورم نمیشه کنسرت تتلوه. What the fuck؟ داره موزیک میخونه. چونی هم هستی؟ چه دافی مافیایی هستن. اولی شت، چه داره میکنه امیر تتلو؟ منطقی باورم نمیشه آجی. نگو مردم همه نشستن این در چه کنسرت بزرگی هم هست. خب دوستان خیلی ممنون که تشریف آوردید. من افتر پارتی و این داستانا رو دیگه میرم که با نیو فیسا باشم و این انرژی که ازم رفته رو دوباره بهم برگردونن. طبیعت نگهدار. اوف حاجی این چه کسیه. سلطان هست. کی به تو گفت زر بزنی مادر جنه؟ چقدر شما ایرانی ها کسکش و بیادبید. سلطان چی میگه این مادر جنه؟ چون مثل این که تتلو رفت پشت استیج. داستان چیه؟ بریم تعقیبش کنیم. نظرتونه؟ بریم ببینیم قضیه چیه؟ چرا رفت؟ خیلی ما نتونستیم بمونیم توی کنسرتش. دیر رسیدیم. کنسرت ساحلیه دیگه. یه جور کنسرت ساحلیه مثل اینکه. ببینم تتلو پیاده شم با ماشین زایه است. اوه اینها بچه اکیپ امیر تتلو هم مثل اینکه میخواد بره. خارکس 1000 بار بهتون گفتم من دارم میام یا میرم زانو بزنید. آخه تا کی میخواید گاو بمونید شما مادر جندا؟ الان همه شما خارکس‌ها رو از زمین حذف میکنم به دستور طبیعت. مادر جنای عقب افتاده بی تربیت. اکیپ خودشو کشت. دیوونه شده. بچه دارم تعقیبش میکنم. امیدوارم دور نشده باشه. اوه شت اینجاست. چرا وسط خیابون وایساده دیوونه؟ بیا پایین ببینم زنی که این جنه. چقدر شما ها بیرحم خارکسته ای. میبینید که هنرمنده که با پا پیاده داره میره یه ماشین تعارف نمیزنید. برو اونور مادر جنه. آخه شما دختره ایرانی چرا اینقدر حسود و جنده و خسیسید؟ من کیرم دهن همتون. بمیرید کسکشم همتون بمیرید. این همه موزیک دادم، این همه آلبوم بستم، این همه با آهنگ‌ها خاطره ساختید ولی پول هیچ کدومو ندادید. اینقدر که دزد و خارکسته و مادر جنه این شما ایرانی‌ها. چی کار داره میکنه؟ شهر رو به هم ریخت. بابا توی خواننده ای چه کاریه؟ بچه ها مثل اینکه تتلو پیاده شد. دست از دیوانه بازیاش در آورد. به نظرتون بریم سوارش کنیم؟ پیاده داره میره به سمت پایین شهر. نگاه کنیم دیگه تعقیب بسه به نظرم. تتلو امیر تتلو من کیودیپای هم هستی؟ منو میشناسی؟ داداش برو تا کیرمو نکردم تو دهنت. چرا در میری؟ What the fuck؟ عمو تتل برو مزاحم نشو. کاریت ندارم. من یوتیوبرم دوستت دارم. خب به کیرم. تو آرتیست مملکتمونی. برو اعصاب ندارم کسکش. یه لحظه وایس و باید حرف دارم. اگه حرفم بد بود حالت تو در بیار. خب بنال ببینم چی میگی. چی میگم؟ یه لحظه صبر کن من پیاده بشم.
منو میشناسی تتلو؟ چه خبر؟ من کیودی پایم. خوبی؟ بیا یه عکس با هم بگیریم حاجی. چی کار میکنی؟ اینجا تو کجا و اینجا کجا؟ لبخند بزن. شما ایرانی ها اصلا هیچ وقت آدم نمیشید. من و امیر تتلو همین الان کسکشای بی با هم کنار نزدیکای گروه استریت هستیم. عکسمون خوب شد. میخوای تا یه جایی برسونمت؟ پیاده نمیشه بری که. بذار حالا این سیگاره رو بزنم بهت میگم الان اعصابم کیریه. بیا بشین بابا، عصبانی نباش. بیا بشین با هم تا یه جایی میرسونمت. بعد اصلا شاید با هم نقشه کشیدیم کل جهان هم به هم ریختیم. کلی هم نیو فیس میریزیم دوره. چطوره؟ اگه نیو فیس باشه که من هستم داداش. ایوه به به نوک تتلو هم زدیم. 1 hour later. What the fuck؟ تتلو پیاده شو. پلیس چرا اومد؟ جنسایت کردیم. دوستان چیه؟ چیکار کنیم تتل؟ فرار کن داداش. خسته شدم از دست این حرومزاده‌های بی تربیت. فوش نده ولش کن. این کوچولو تو دستان منه. بزن بریم تتل. مادر جنا ننه کیلوزا خاک و سایه بیادب. ماشاءالله. طبیعت وکیلی مادر همه تونو میدم. تیراندازی کن تیراندازی کن. جن ناموسا. ماشاءالله. بزن همینجوری دارن دنبالمون میان ول نمیکنن تا تتلو نگیرن، مثل این که بی خیالمون نمیشن. بزن داداش گاز بده دیگه. وای چه بگاهی شد. چقدر کس هستی طبیعت وکیلی. تتلو خودتو تسلیم کن وگرنه مامانت شب تو بازداشتگاه میمونه. برو کیرم دهن خودتو ننب. اولی شت ماشین نمیکشه اصلا. او مای گاد ترمز کار نمیکنه. بپر بیرون. آی کیرم دهنه. گیر تو دهنت تتلو. یکم ادب داشته باش. آخه چقدر شما ایرانیا کسکش و بی تربیتید. خب تو هم داری به من فوش میدی دهن سرویس. بودو بریم این پلیسا رو گم کنیم. A few moments later. بچو تتلو گم شد. امیر تتلو دنبال من داشت میومد. چی شد؟ صدای تیر داره میاد. نکنه داره درگیر میشه با پلیسا. امیدوارم اتفاقی واسش نیفتاده باشه. او مای گاد چقدر پلیس اینجاست. داستان چیه؟ آروم کیودی پای سرتو بنداز پایین. مشکوک نباش. اوی تتلو گرفتن پلیسا. لعنتی داشت پشت سر من میومد. چی شد یهو؟ نگاه کنی داره زانو میزنه برای پلیسا. نگاه کنی تانک و ارتش و همه چی اومده واسه تتلو. چه بیگاهی شده. بچه بهتره که من از اینجا جیم برم چون منو مثل این که چهرم رو شناسایی نکردن. 206 رو بدوزم واسه هرکی که هست دمش چیم. بعدن یه فکری به حال تتلو باید بکنیم. پلیسا گرفتنش، به احتمال خیلی زیاد میندازنش زندان. بعد یه کاری بکنیم، شاید هم رو صندلی الکتریکی اعدامش کنن یا دارش بزنن. هر جور شده باید برم نجاتش بدم. تازه یه رفیق پیدا کرده بودم، بچه خوبی بود. نظرتون چیه بچه؟ به نظرتون تتلو رو کمک کنیم از زندان آزادش کنیم؟ دلم میسوزه واسش. من چی کار کرد بابا؟ خواننده مردمی کنسرت اجرا کرد و چند نفر رو فقط ترتیبشون رو داد و چند نفر رو کش، ماشین دزدید، تیراندازی کرد. جرمای سنگین نیستش که به نظرم برام نجاتش بدم بهتره. بچه اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک بدید، نظرتون درباره این ویدیو بگید. این ویدیوها یکم پروسش سنگینه، حالا داستانای قبلی هم همچنان ادامه داره. حمایت کنید دیگه. حمایت میخوام ازتون که بیشتر تو این چنلم فعالیت کنید. سابسکرایب فراموش نشه، لایک کنید، بهتره که ویدیو رو حساب کنید. تا ویدیو بعدی ببینم تو. فعلا پیس.